پویا رشیدی هستم از تیم تحلیل اقتصادی گروه مالی پرواز. با سری مجموعه ویدیوهای اقتصاد کاربردی خدمتتون هستیم. این ویدیو دوم از این مجموعه است. در ویدیو اول با اصول پایه اقتصاد کاربردی آشنا شدیم و توی این ویدیو میخوایم بیشتر با ادبیات موضوع و مفاهیم اقتصادی آشنا بشیم. اگر ویدیو قبل رو ندیدین ازتون خواهش میکنم که به ویدیو قبلی مراجعه کنید و اون رو خوب ببینید تا بتونید از این ویدیو بیشترین بهره رو ببرید. با این حال من یک مرور کوتاهی خواهم داشت به اون چیزی که در ویدیو قبل خدمتتون گفتم. با اصول دنیوی آشنا شدیم، گفتیم که منابع محدود هست. رفتیم سایت ورلد میترز رو نگاه کردیم و دیدیم که منابع گازی، نفتی، زغالسنگی ما روز به روز، لحظه به لحظه در حال کاهش هست و همینجوری که ما حرف میزنیم منابع ما هی کم و کمتر میشه، در حالی که نیازهای ما نامحدوده، خواسته های ما نامحدوده و اینجاست که در واقع علم اقتصاد شکل میگیره که ببینیم چجوری میتونیم این منابع محدود رو به نیازهای نامحدودمون تخصیص بدیم. وارد اصول ذهنی شدیم، یک مفهومی رو معرفی کردیم خدمتون به نام ترید آف یا بدبستان که به این اشاره میکنه که همیشه یک سری سود میبرن، یک سری ضرر میکنن و هر اتفاق یک سری منافعی داره و یک سری ضررهایی داره. اینجا با هم دیگه یک مثالی رو دیدیم که در دوران کرونا اتفاقی که به نظر میاد یه اتفاق خیلی بد بود و برای خیلی ها مضر بود، ولی باعث شد که خیلی ها سود بکنن، مخصوصا اونایی که ماسک میفروختن. و با این آشنا شدیم که توی علم اقتصاد ما یه فرض خیلی مهم به نام رشنالیتی داریم و اونم به این اشاره میکنه که همه در اکثر مواقع فکر میکنن که دارن درست، آگاهانه و منطقی تصمیم میگیرن، با اینکه ممکنه خیلی وقتا هیجانی باشه تصمیمات، مثلا تو بازارهای مالی، ولی این یک فرضیه که ما توی علم اقتصاد داریم برای اینکه بتونیم خیلی خوب و راحت مسائل اقتصادی رو تحلیل بکنیم. وارد اصول بعدی شدیم. در ویدیو قبل اصول زمانی رو خدمتتون معرفی کردیم، در مورد اپورتونتی کاست یا هزینه فرصت صحبت کردیم. گفتیم حتی اگر تمام منابع نامحدود باشه زمان ما محدوده و یک مثال زدیم خدمتتون که شما اگر بخواید بین دانشگاه رفتن و یا کاسبی کردن انتخاب بکنید، در واقع هزینه دانشگاه رفتن شما، هزینه فرصت دانشگاه رفتن شما معادل اون کاسبی نکردن است. اگر شما برید دانشگاه دیگه زمان این رو نخواهید داشت که بتونید برید توی بازار تجربه کسب کنید و کاسبی بکنید و بالعکس. و اینجا یک چیزی رو معرفی کردیم خدمتتون به نام بازده و گفتیم بازده مربوط به سود و ضرر هست در زمان آینده. شما ممکنه که انتخاب بکنید برید دانشگاه به جای اینکه برید کاسبی بکنید، به خاطر اینکه فکر میکنید بازدهش یا سودش بیشتر از ضررش هست و در نهایت بازدهش در واقع خیلی مثبت‌تر از اون بازدهی هست که اگر 10 سال بمونید توی بازار و کاسبی بکنید. خب وارد مباحث این ویدیو میشیم. میخوایم ببینیم بازار یعنی چی، عرضه و تقاضا و حراج. بازار یا مارکت اون جاییه که دو تا چیز رد و بدل میشن. این تعریف اقتصادیشه، علم اقتصادیشه. معمولا اون چیزی که بین مردم هست اینه که بازار یک جایی هست که یک سری حالا مغازه هست یا یک سایتی هست و یه عده‌ای میان یه کالایی رو ارائه میدن و عده دیگه‌ای بابت اون پول پرداخت میکنن، ولی اینجوری نیست. بازار اون جاییه که اون زمانیه که دو تا چیز رد و بدل میشن. هر دو تا چیزی نیازی نیست که حتما پول رد و بدل بشه. شما وقتی به یک نفر یه بیسکویت میدید و یه چای میگیرید، اینجا بازار شکل گرفته. مانند ترازو و گزم من که به بازار همی سازم و بازار ندانم. در طول روز شما بارها خودتون توی یک بازار شرکت میکنید و یک بازاری رو میسازید، ولی نمیدونید که در واقع این اسمش بازار بوده. بازار هر جاییه، هر زمانیه که شما دو تا چیز رو رد و بدل میکنید. خب عرضه و تقاضا، عرضه ساپلای میشه به انگلیسی، تقاضا به انگلیسی میشه دیمند. عرضه و تقاضا مربوط به یک کالاست. عرضه ماشین یعنی ایران خودرو، سایپا و بنگاه ها که میان ماشین رو عرضه میکنن و متقاضی یا تقاضا کننده هم میشه ما مردم یا ارگان ها و سازمان ها. یکی از مثال های خوب برای بازار حراج هست که یک کالا رو میذارن اون وسط، مردم و اون کسایی که متقاضی اون کالا هستن میان و قیمت های مختلفی رو پیشنهاد میدن و اون کسی که بیشترین قیمت رو گفته صاحب اون کالا میشه و باید پولش رو پرداخت بکنه. حالا با هم دیگه بریم یکی از این
مثال ها رو ببینیم. Shelby 289 Cobra. A car like this really needs no introduction. CSX 2516, 289 cubic inches of high-performance small-block Ford power with a 4-speed transmission, and the chrome knockoff wire wheels just add to the charm, Bill. Oh, that is a beauty queen. Originally purchased up at Harford in Worcester, right near me. And what a lot of people don't know is that these cars almost were fitted with 221 cubic inch small blocks, but by the time Shelby went into production, the 260 was being built, so that's what they started with, and then eventually the 289. But yeah, look at that restoration. That just takes your breath away. یک کالا هست، کلی متقاضی و در واقع یک فروشنده. خب مفاهیم دیگه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، خب تو بازار دیدین اینجا داشت حراج رخ میداد. خب در واقع این ماشین ممکنه برای افرادی که اونجا نشستن ارزش‌های مختلفی داشته باشه. برای هر کسی اون ماشین یا یک کالا میتونه یه ارزشی داشته باشه و این ارزش کاملا نسبیه. برای من ممکنه توی لحظه خاص یه بیسکویتی که تو خیابون یکی به من بفروشه خیلی ارزش زیاد باشه و غیر قابل مقایسه باشه با ماشین داشتن توی یه لحظه خاص. و این ارزش در واقع یه چیز کاملا نسبیه با توجه به شرایط فرد، با توجه به زمان، با توجه به شرایط اقتصادی و از این ارزش یا ولیو هست که بعدش ما میرسیم به قیمت و حالا بازار و تعادل. حالا اینجا یک مثال هم براتون آوردم که اینجا شاعر میفرماید که 1 ساعت عشق 100 جهان بیش ارزد، 100 جان به فدای عاشقی باد ای جان. یعنی از لحاظ این شاعر 1 ساعت عشق از 100 تا جهان بیشتر میارزه. خب این برای این فرد اینجوری هست، ارزش 1 ساعت عاشقی کردن بیش از 100 جهان هست. پس ارزش یه چیز نسبیه با توجه به هر کالا، با توجه به هر موضوع، با توجه به شرایط زمانی و در واقع این ارزش هست که بعد میاد قیمت رو تعیین میکنه. تفاوت ارزش با قیمت اینه که قیمت به صورت توافقی بین دو نفر یا دو طرف اون معامله در واقع تعیین میشه. توی شرایط خاص، توی مکان خاص 2 نفر به توافق میرسن که یک کالایی رو به یک قیمتی رد و بدل بکنن و اینجاست که در واقع قیمت شکل میگیره. دیدین توی مثال قبل اون حراجه، هر کسی براش اون ماشین یه ارزشی داره، با توجه که به ارزشی که داره سعی میکنه یه قیمت‌هایی رو پیشنهاد بده، سعی میکنه واقعا نشون نده که این ماشین چقدر براش ارزشمنده. اینجا حالا یکم وارد چیزای بازاری و کاسبی و اینا هم میشه. ممکنه این ماشین براش خیلی ارزشمند باشه ولی خب قیمتی که پیشنهاد میده اونجا خیلی کم باشه، با توجه سعی میکنه رقابتی باشه با توجه به اینکه قیمتی که بقیه پیشنهاد میدن. اونجا یه مثال هم براتون زدم، ممکنه برای یه نفر کل جهان هم هیچ قیمتی نداشته باشه. در نظرت جهان و جان نیست به قیمت خسی. اندازه یک خس، یک ذره در واقع جهان برای این شاعر ارزش نداره و حاضر نیست هیچ قیمتی رو بپردازه. تعادل کجاست؟ تعادل خیلی مفهوم مهمیه توی اقتصاد. ببینید هر جایی که 2 نفر به یه توافقی میرسن در مورد قیمت یک چیزی و یک رد و بدلی انجام میشه، میتونیم بگیم اونجا تعادله. ولی به طور کلی از دید اقتصاد، تعادل اون جاییه که تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان به توافق برسن و کالا و پول رو جابجا بکنن. نیازی نیست حتما اینجا قیمت ثابت باشه. ممکنه که توی یک بازاری که مثلا فرض کنید کفش میفروشن، یک مدل کفش باشه که در همه مغازه ها باشه، یه مغازه اونو بفروشه مثلا فرض کنید نمیدونم 400,000 تومان، یکی 420,000 تومان، یکی 380,000 تومان و توی اون روز ممکنه افراد مختلف برن با توجه به قدرت چونه زنی که دارن بتونن اون کفشو با قیمت‌های مختلف بگیرن. نکته‌ای که هست ما میگیم تعادل رخ داده اونجا اینه که این رد و بدل پول و کفش انجام شده به مقدار زیاد توسط افراد زیادی و از اونجا مثلا میگیم که یک تعادلی هست. ولی فرض کنید که یک شرایط خاصی باشه که قیمت این
کفش یکسان در مغازه‌های مختلف خیلی بالا پایین باشه و اون خریدار و اون متقاضی گیج بشه، بگه که آقا من نمیدونم واقعا قیمت حقیقی این کفش چیه و کلی طول خواهد کشید که من هی برم این مغازه اون مغازه تا کمترین قیمت رو پیدا بکنم و ممکنه که اصلا کلا دیگه بیخیال خرید بشم و برگردم خونه و اینجا تعادلی شکل نمیگیره، چون تعداد زیادی نمیان که بخرن و یا حتی ممکنه که تعداد زیادی نیان که اون کفش خاص رو بفروشن و این اتفاق رو دیدیم که زیاد میفته. میگن بازار از تعادل خارج شد، یعنی نوسانات خیلی زیاد شد، هیجانات خیلی زیاد شد، دیگه هیچ کس نمیتونه ببینه واقعا ارزش این کالا چی هست و بعد بتونه سر قیمت به توافق برسه. خب حالا با هم دیگه میخوایم بریم به عنوان مثال یه سایتی رو ببینیم به نام tradingview.com. توی این سایت همینجور که میبینید اینجا الان قیمت، حالا این سایت رو بچه نترسید بعدا با هم دیگه بیشتر آشنا میشیم. این پایین اگر نگاه بکنید نوشته مارچ، اپریل، می، اینجا در واقع داره زمان نشون میده. این محور سمت راست که اعداد میبینید در واقع قیمت دلاری بیت کوین هست. هر کدوم از این سبز قرمز کوچیکا که میبینید قیمت هست در طول یک هفته برای بیت کوین و سبز ها یعنی قیمتش تو این بازه رفته بالا این میزان و قرمز یعنی قیمتش اومده پایین. حالا میخوام توجه شما رو به این جلب کنم که این مستطیل سبز رو میبینید که دور این 4 تا مستطیل های کوچیکتر هست. این قیمت در واقع این بیت کوین هست در طول یک ماه. خب اگر ما بخوایم بگیم قیمت تعادلی بیت کوین در یک ماه گذشته چی بوده، به میانگین قیمتی این مستطیل سبز نگاه میکنیم. مثلا اینجا میبینیم چقدر بوده، مثلا نمیدونم حدود بیش از $72,000 بوده، این پایین مثلا حدود $60,000 بوده. مثلا یه میانگین اینجا میگیریم، مثلا میگیم $65,000 میانگین قیمت یک ماه گذشته مثلا بیت کوین بوده. خب همونجور که میبینید این قیمت خودش از قیمت‌های ثانیه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی تشکیل شده که ما اینجا مثلا داریم برای 4 هفته رو میبینیم 2 تا سبز، 2 تا افزایش قیمت داشته و 2 تا کاهش قیمت یا اصلاح خیلی ریز و کوچولو داشته و در کل میبینید این مستطیل سبزه، یعنی در کل افزایش قیمت داشته تو این یک ماه، به طور میانگین افزایش قیمت داشته. حالا وقتی میخوایم در مورد تعادل صحبت بکنیم پس مهمه که داریم در مورد چه بازه زمانی صحبت میکنیم. قیمت تعادلی بیت کوین در یک ماه گذشته یک چیزه، قیمت تعادلی بیت کوین در یک ساعت گذشته هم یک چیزه و در واقع اون قیمت تعادلی میانگین تمام اون قیمت هاییه که تبادل رخ داده. خب این هم اسلاید آخر بچه‌ها برای امروز. میخوایم با خود علم اقتصاد آشنا بشیم. تا حالا اصلا در مورد خود کلمه اقتصاد صحبت نکردیم. اقتصاد یعنی چی؟ خب اقتصاد یه لغت عربیه، از ریشه قصد کردن میاد، یعنی اینکه بخوای اراده بکنی، قصد یک کاری بکنی، یک چیزی رو بخوای. فارسیش اگر نگاه بکنید در فرهنگ ده خدا یعنی میانه روی در هر کاری، یعنی از افراط و تفرید دوری کردن و حد تعادل رو رعایت کردن. انگلیسیش از یک کلمه، 2 تا کلمه یونانی میاد، یکیش ایکو به معنی خانه بوده و یکی نومی که از نوموس میاد به معنی حسابداری بوده، یعنی حسابداری خانه. خب میبینید من برای چی معنی این لغت آوردم؟ خواستم بگم اقتصاد یه چیز عجیب و غریبی نیست، شما تو زندگیتون دارین استفاده میکنید و اصلا این علم شکل گرفته به خاطر همین بررسی رفتار مردم، سرمایه گذاران، شرکت ها که همه اینها در واقع تحت نظر مردم و تحت مدیریت مردم و تحت مالکیت مردم دنیا هستن. پس اقتصاد تو زندگی ما هست، چه این علمو بدونیم چه ندونیم، و اگر بدونیم میتونیم خیلی بهتر استفاده بکنیم و اگر ویدیوهای ما رو دنبال بکنید ما اعتقاد داریم که میتونید خیلی بهتر تصمیمات بهتر بگیرید برای زندگیتون، تصمیمات بهتر اقتصادی بگیرید و با این علم جدیدی که قرار یاد بگیرید کلی قراره که زندگیتون
بهتر بشه و یه دید جالبتری رو پیدا بکنید. یک مثال هم اینجا گذاشتم از یک شعر: از در افراط و از تفرید بودن محترز، بر طریق اقتصاد آهنگ باید کردند. بر طریق اقتصاد اینجا منظورش در مقابل افراط و تفریطه. اقتصاد یعنی حد اعتدال رو گرفتن، معتدل بودن. و به خاطر همین میبینید که ریشش چون به عربی و قصد کردن هم برمیگرده، خیلی موضوع تصمیم گیری و انتخاب مهم میشه توی اقتصاد. منابع محدودن، نیازها نامحدودن، توی بازار هستی یک چیزی برات خیلی ارزشمنده ولی پولت کم هست و میخوای ببینی که یه قیمت مناسبی پیدا بکنی برای اون کالایی که برات ارزشمند هست و اینجا بحث تصمیم گیری و انتخاب کردن میاد. اینجا هم این سیبی که گذاشتم خدمتتون، این سیب همون سیبی هست که حضرت آدم سلام الله علیه و حضرت حوا تصمیم گرفتن که بخورن، که بیان تو این دنیا و ببینن که این دنیا چجوری هست. رای رای توست، خواهی جنگ و خواهی آشتی، ما قلم در سر کشیدیم اختیار خیش را. و بعضی وقتا تصمیم‌های ما میگیریم، این تصمیم‌ها ممکنه که اقتصادی نباشن. تصمیم اقتصادی که بتونه اون منابع محدود، اون بودجه محدود، اون پول محدود ما رو به صورت بهینه و به صورت مناسب بین نیازهای نامحدود ما توزیع و پخش بکنه که بتونیم حداکثر رفاه ممکن رو داشته باشیم. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. ازتون خواهش میکنم که حتما ما رو فالو بکنید و به ما نظرتون بدید در مورد این ویدیو و مطمئن باشین که ما نظرات شما رو اعمال میکنیم. در ویدیو بعدی بیشتر با ادبیات موضوع آشنا خواهیم شد و بعد از اون دیگه وارد علم اقتصاد کاربردی کاملا مرتبط با شرایط روز دنیا و اقتصاد جهانی خواهیم شد. لطفا ما رو فالو بکنید برای ویدیوهای بعدی. امیدوارم که موفق، سلامت و سرزنده باشید. خدا نگهدار.